این حدیث حضرت علی هست رضی الله عنه، امیر مومنین ها. وقتی که به نزدشان یک غلام قرضدار می بیاید، میگوید که برای من یاردم ده که قرضم را صاف کنم. بعد میگن که یک دعای را تعلیم ندهم که آن دعا را به من رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم دادن. اگر گفتی مثل کوه ثبیر اگر قرض داشته باشی، الله قرضت را ادا میکند. بگو اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. این حدیث در سنن ترمذی و مسند امام احمد است. و اینچنین امام حاکم ابو عبدالله حاکم نیسابوری الله تعالی همه ایشان را رحمت کنه در کتاب مستدرک خود روایت کردند و گفتند که هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه. این حدیثی است که اسنادش صحیح است ولی امام بخاری و مسلم روایت نکردند. خب و شیخ ناصر الدین هم حدیث را حسن گفتند و امام ذهبی هم ابو عبدالله حاکم را اقرار کردند، گفتند که واقعا حدیث صحیح است. دعای قرض یعنی از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. همین دعا را کسی گوید قرضش صاف میشه. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک.